بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، برادران عزیز و خواهران اپو و اکو و دادرو، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از این بیماری روحی، از این سحر و جادو، از این فالبینی، از این جادوگرا خداوند یک و یک ما و شما را حفظ کنم تا اینکه در این بلا مبتلا نشیم. ببینیم بچه اکوی 18 ساله، 19 ساله، 17 ساله، 15 ساله بیچاره ها به سحر مبتلا شدگی هستند. وقتی که انسان در این درد گرفتار شدگی نیست، نمیفهمه چیه. و اون خاطر پیش از آنه که همین درد برای ما و شما مبتلا که نشود، دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بخونیم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این را 3 مرتبه سحر و 3 مرتبه بیگاه بخونید تا اینکه سحر و جادو برای شما ضرر نرسانه. خودمان اکثریت ما و شما شاهد حال هستیم که بعضی برادران یعنی صحت بدن، اما به این چند گذشت به یک سبب، به یک بیماری، به دیوانگی گرفتار شدن، دیوانه شدن. اکثریت ما و شما دیدگی هستیم در حالت ها را، همین گونه انسان ها را دیدگی هستیم. با اون خاطر برای آنه که مثال همین گونه دیوانگی با ما مبتلا نشه، دیوانه نشیم، به این بیماری گرفتار نشیم، دعا کنیم که اللهم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. خدایا پناه می طلبم به سوی تو از پیسی، از دیوانگی، از کسل فلج و از این بیماری هایی که نبود جامعه هستند. یعنی بیماری های به مثل چند گونه ویروس ها هستند. از این ویروس ها خداوند هر یکی ما و شما را حفظ کنه. یعنی در حق جمله مسلمانان دعا گو باشیم. دعای برادر برای برادر انشاءالله که مستجاب است. از سوزش دل همین سخنها را میگیم که به نهایت زیاد شدگی هستند بیماران. اکثریت زنها همین ها را سحر میکنن. اپاها و خواهرها گوش اندازین که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چقدر وصف زیباش ما را میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که دنیا به مثل یک متاع است. یعنی متاع، مثل بعضی علما ها شرح میکنن، به مثل یک دسترخوان و بهترین آن چیز مثل دنیا یک متاع است و بهترین همون چیز دنیا این زن پاک دامن است، زن صالحه است. خواهران افاها، ختان از این گونه شخصیت ها بگذارن که از این گونه شخصیت ها بکنین که یعنی شما بهترین چیز دنیا هستین. که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که از دنیای شما من 3 چیز دوست میدارم. یک از اینها یعنی زن هست. با مخاطب دوستان عزیز حرکت کنیم که یکی از بهترین انسان ها باشیم در روی عالم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایرا وصف میکنه. و در دیگه حدیثش نیز رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که شما حرکت کنین پیش این ساحرا، فالبینا و دیگه نرید. که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که الجنة تحت اقدام امهاتکم. جنت زیر پایهای مادران شما هستند. یعنی که شما زن هستین، شما این روز و فردا و دیگه روزها مادر میشین و جنت زیر پای شما هستند. با مخاطر
از فرصت استفاده برده خودتان یکی از بهترین زنها بگردانین و بگذارین از اون گونه انسانهایی که جنت زیر پای شما باشند، نه اینکه نعوذ بالله در زیر قدم های شما اونه که مثال وقتی که شما میرین پیش اون ساحر، هر یک قدم زدن شما کفر است. نعوذ بالله هر یک قدم زدن شما بس اونها در آتش جهنم برای شما لخچه میسازند تا اینکه شما به بالای اونها راه بگردین. و اون خاطر اپا و خواهران اکا و دادار هر شخصی که پیش ساحرها میروند فال بینا، نعوذ بالله اگر که تصدیق کنه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که بدرسی که کفر کرد بر هر آن چیزی که نازل شد با محمد صلی الله علیه و سلم. و اون خاطر دوستان و برادران عزیز حرکت کنین پیش این گونه انسان ها نرین، از اونها دور بجوین خودتان تا اینکه به این بلا مبتلا نشین. وقتی که این درد به سوی خودتان میگرده بعدا میفهمین که به چه خاطر کردین. و قدرمان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. اخرج يا عدو الله. قل بسم الله. اخرج يا عدو الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله ذكر كلام بقي. الله اكبر لا اله الا الله. چی دستین؟ خوشم کرخشته گرفتم. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله.
محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى